2 سال پیش، یعنی وقتی 15 سالم بود، یه روز آفتابی با خانواده تصمیم گرفتیم بریم خونه خالم تا کنار اقوام باشیم. من از این موضوع خیلی خوشحال بودم، چون هم خونه خالم رو خیلی دوست داشتم و هم همیشه با دختر خالم خیلی بهمون خوش میگذشت. تو راه برگشت یه مرد صدامون زد. برگشتیم و دیدیم یه مرد خوش چهره ایستاده و یه پاکت چیپس دستشه، همونی که از دستمون افتاده بود. بهمون لبخند زد و چیپس رو بهم داد. ما هم تشکر کردیم و رفتیم بدون اینکه شک کنیم. وقتی برگشتیم شب شده بود. توی حال نشسته بودیم و داشتیم فیلم انتخاب می‌کردیم. در چوبی داخل باز بود تا هوا بیاد، ولی در آهنی جلویی معمولا قفل می‌شد. یه دفعه یه صدای تق از سمت راهروی بین درها اومد. حس بدی اومد سراغم. از دختر خالم پرسیدم در آهنی رو قفل کرده یا نه. گفت یادش نیست و رفت چک کنه. بعد از چند دقیقه صدایی ازش نیومد. بلند شدم که برم ببینم چی شده. با صحنه‌ای که دیدم خشکم زد. یه مرد نقابدار وارد خونه شده بود و دختر خالم بیهوش روی زمین افتاده بود. اون مرد به سمتم حمله ور شد. منم فرار کردم و با فریاد بقیه رو خبردار کردم. به آشپزخونه دویدم و درو بستم. مادرم و خالم اونجا بودن و گوشیامون توی اتاق دیگه‌ای بود. مرد به در میکوبید ولی در باز نمیشد. بعد از چند ثانیه صدا قطع شد. فکر کردیم رفته. من نمیتونستم دختر خالم رو تنها بذارم. یه بشقاب برداشتم و در رو باز کردم و با تمام وجودم زدم تو سرش. خون از سرش سرازیر شد. سر گوشیمو برداشتم و زنگ زدم به پلیس. به دختر خالم آب پاشیدم. بالاخره به هوش اومد. پلیس که رسید مرد رو بازداشت کرد. وقتی نقابشو برداشت شوکه شدم. همون مردی بود که بعد از خرید چیپس کمکمون کرده بود. پلیس گفت که اون یه آدم رباست و دخترای جوون میدزده و میفروشه. اون شب فهمیدم که توی این دنیا ظاهر آدما چیزی رو ثابت نمیکنه. هیچ وقت فقط به یه لبخند ساده اعتماد نکن. اون شب میتونست پایان زندگی ما باشه، اما فقط به خیر گذشت. اسم من الکسه و این اتفاق زمانی افتاد که 12 سالم بود. من توی لتونی زندگی میکنم، توی منطقه خیلی شلوغ و پر جمعیت. یه شب با دوستم تماس گرفتم و قرار گذاشتیم همو توی پارک محل ببینیم. حدودای 1:30 شب رسیدیم به پارک، ولی هیچ کس اونجا نبود. خیلی عجیب بود، چون من وسط شهر زندگی میکنم و همیشه پر از آدمه. ولی چون ساعت خیلی دیر بود زیاد جدی نگرفتم. همینطور که راه میرفتیم دوستم بلنگو آورده بود و شروع کرد یه افکت صوتی خنده‌دار پخش کردن. ما هم شروع کردیم به خندیدن و خوشگذرونی. چند قدم جلوتر که رفتیم یه گروه آدم رو دیدیم. یه جوری وایستاده بودن که خیلی غیر طبیعی بود. به دوستم گفتم احتمالاً چند تا مرد بی خانمان و مستن و چون هوا تاریک بود درست نمیدیدیم. از روی کنجکاوی یکم نزدیکتر رفتیم و همشون سرشون تراشیده بود. ژاکتای بمب افکن پوشیده بودن و پوتینای سیاه داشتن. یهو یاد یه لباس ترسناک افتادم و چون من یه پسر ترسو هم وحشت کردم. به دوستم گفتم داداش باید بریم. گفتش چرا؟ گفتم وقت توضیح نیست، الان باید بریم. همون موقع یکی از اون مردا با صدای خشن داد زد هی بچه بیا اینجا. خشکم زد و هیچی نگفتم. دوباره داد زد، گفتم بیا اینجا. من و دوستم ترسیده بودیم. برگشتم سمت دوستم و گفتم بدو. شروع کردیم به دویدن. همونطور که میدویدیم نگاه کردم به عقب. اونا هنوز دنبالمون بودن، اونم با یه لبخند ترسناک و دندون نشون. توی خیابون کسی نبود. یه کافه دیدیم و گفتم اونجا میریم، شاید کسی باشه. دویدیم داخل، ولی داخل کافه هم هیچ کس نبود. مثل یه کابوس بود. گوشه یه دیوار پناه گرفتیم و هیچ راه فراری نبود. اون مردا هم وارد کافه شدن و اومدن سمتمون. یکیشون منو گرفت و یکیشون دوستم رو. جیغ زدیم کمک، ولی هیچ کس اونجا نبود. مردی که منو گرفته بود دستاش پر از زخم و خون بود. توی گوشم فریاد میزد خفه شو، با ما میای. داشتن میکشیدنمون بیرون از کافه و برگردوندنمون سمت پارک. توی دلم فقط دعا میکردم که یهو صدای آژیر پلیس بلند شد و همشون ولمون کردن و پا به فرار گذاشتن. ما هم دویدیم سمت خونه و تا صبح خوابمون نبرد.
فرداش مامان و بابام از سفر کاری برگشتن. همه چی رو براشون تعریف کردیم و مامانم با شنیدن توصیف اون مردا یه نگاه وحشت زده و عجیب بهم انداخت. بعد از چند ساعت پلیس در زد و گفت خیلی خوش شانس بودید. اونا قبلا بچهای دیگر رو میدزدیدن و شکنجه میدادن. اون شب هم ما واقعا از مرگ فرار کردیم.